السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز جزاکم الله خیر از برنامه زیبای. سلامت باشید. الله متعالستان. زنده باشید. سیاه بسیار موضوع مهم شما چیز که متاسفانه بدبختانه که افغانان دین خود است اکثرتشان میفهمند دین حافظه. در طول 20 سال ما سلسله شدیم که تلویزیون ولاده. درست. هر قدر که بگو خصوصا همین مولوی متوکل رحمت الله علیه همی که خداوند شهادتش قبول بگرداند سر شد به خدا از بین رفت. ولی این ملت هیچ آگاه خود نمیسازد، نه دین را حافظه. به نام اسلامی چه اسلام رفت دین را حافظه؟ دولت رافضی ایران با اسلام رفتی دار. گفته استاد روز تشریح کرده که مسجد اقصا در کتاباشون است که در آسمان است، این در زمین است. چطور این مردم ما آگاهی ندارن؟ چطور نمیفهمن؟ چطور سیاسی هستند این مردم؟ همه چیز مردم با سیاسی متاسفانه، تنظیمات سیاسی، طالبان سیاسی، همه سیاسی میرن. عقیدوی بسیار کم است استاد محترم. درست. عقیده مردم ما بیخی به چشم درد میگردن. عقیده بسیار کم از مردم ما. مفهومی روافض دشمن درجه که اسلام به خدا امروز یهود و نصارا نیست که روافض است. روافض امروز یک مسجد در تهران به هر سنت نیست، باز نیست که مردم میشه مراسم دینی و نماز جماع خود بخوانند. ولی در پایتخت اسرائیل تقریبا به صدها مسجد است. 6-5 میلیون مسلمان اونجا هستند. ما دفاع از اسرائیل نمیم، ولی قدر نفع و قدر تبلیغات، قدر پروپاگاندا ها، اینقدر تلویزیون ها، شبکه ها همهش به نفع روافض است. این چی پلان است استاد محترم؟ این چی دسیسه است؟ من میترسم خدای نخواسته نشوه که همین کنترل قبضه جهان اسلام به دست روافض بدن. همینطور پلان است. و سوریه را از بین، یمن از بین بردن، لبنان از بین بردن، عراق از بین بردن. با واسطه چی بگن دیگه برادرای بسیار بود خوش باور ما آمدن جهاد شروع کردن، فقط به تسلیم روافض کردندش. 5 کشور پای در پای فقط فلسطین ما نمیدم تسلیم بدن خلاص. درست. همین الان برادر عزیز در تهران 10 معبد یهودی در تهران هست، 10 کلیسا هست، اما یک مسجد فرموده شما برای اهل سنت در اونجا چرا نمیخوان بسازن؟ دقیقاً همین صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه چی گفت؟ اولی گفت دشمنی نمیاد یا از امروز روافض که نفهم مولای ما که نفهم واقعا قرآن میره تشریح که توضیح این از سگ و خر بدتر گفته، بدتر هستند. همین مولای ما اکثر یک تعداد برنامه دعوتگر و از کسایی هستند استاد محترم که دفعتاً همون نامعلوم بدون هویت ناشناخته شده یک دم میدیو میرن فقط به نفع دولت رافضی ایران گپ بزنه. یعنی صدیقی نه عیب نام در سر تو صدیقی ولی ما میشرمم از رئیسی تعریف میکنی از او تو اول دینت برو کتابای زیاد بخونه، کتابای روافض کلینی و خمینی و مجلسی را بخونه، آقا خود بسازه که دین تشیع این تشیع رافضی امروز چه ربطی به اسلام داره؟ جهان اسلام های بنابودی کشان. در کتابای خمینی را بره بخونه و یک ذره آشار شده بیدار شده و افغان عزیز در ایران هستی، در افغانستان هستی، بیدار شده به لحاظ خدا از این سیاست بازی بگذره. تنظیمان و سیاست بازی کردن افغانستان با گدال بدبختی مواجه کردن. حال شما از این اشاره بیدار شده، از این حالت خود بکشید، دفاع نکنید، از این روافض دفاع نکنید، از آخوندان نکنید، منصف باشید، عادل باشید. نه اینکه برادر شب روز جانب روافض بالا به خاطر که زبانش فارسی است. عالمی عربا کشور عربای عربستان و سعودی است ولی منافق نیست. یک راه و روشش معلوم است که دوستی و دشمنی با کی است، یا امارات است یا مثلا دیگه که قطر است. ولی روافض ببینید که هیچ پشت رویش یک معلوم دوست و دشمنش معلوم نیست. این چی رقم دین است؟ این چه رقم دین من در آوردی؟ گفتم استاد خدمتی میگه که دین من در آوردی گفته شما یا استاد عزیز تشریح کرده که یک دین ساختگی است، این بر علیه اسلام است. امروز وقتی که به صحابه دشنام با امات المؤمنین دشنام میگه، با خلفای راشدین دشنام قرآن تعریف شده میدانه، قرآن در پیش نزد امام زمان در تای چای چمکران است. پس این چی ارتباط به اسلام داره روافض امروز؟ او برادر او خواهرها یک ذره بیدار شد از سیاست بازی برای در فردای قیامت. گفته استاد انصاری عزیز که چی جواب میده؟ امهات المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها عنهما بیا از گردن ما میگیره، میگه شب و روز با ما فحش و ناسزا میگن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه شب و روز فحش و ناسزا کتابایشان در مساجدشان، تکیه خانه‌هایشان، در شرک خانه‌هایشان 500 تکیه خانه متاسفانه در شهر کابل بر روافض درست شده.
ولی یک روز نه دولت امارات نه دولت اسلامی در افغانستان نه که بگه در تهران چرا یک مسجد به اهل صلات نیست. من هیچ نمیفهم که چرا نمی ملای ما سیاسی کنش تنظیمات سیاسی ملا سیاسی ایران به خدا من در 20 سال دین روافض یا نشناختن و باز هم میگن که والا زنده باد ایران زنده باد. نمیفهم که میترسه او چه شده 300 راکتی که ایران فایر کرد چند نفر از بین رفت اسرائیلی چند نفر یهودی از بین رفت کجا از بین رفت کلی ساختگی بود. اما برنامه شما چقدر جالب بود. اما سر چی بود برنامه چی بود ماری صاحب بسیار جالب بود. با خدا ساز شما خودت ساز از این جامعه ساز و ساز فاتی از یک چند نفر بسیار محدود است برای ایران میمونه دیگه همه سر تنظیمی شدن. اگر برابرش و تنظیم دیگه بزنیم سب فورا دشمنت است خلاص. آره شب روز تنظیم پرستی و اسپرستی از این نمیباره یا به طور حساب مثال جمعیت است یا حزب اسلامی است یا دیگه تنظیم ها است. اون اگر حق بگه حقیقت بگه از قرآن و سنت چیزی به مردم عقیده مردم مثل که شما میگه به آقا میسازه ساز عزیز همه تو مردم باید آقا شوند. بله دیروز برادر عزیز تا چند روز پیش همین حزبیا از طالبان دفاع میکردن امارت اسلامی و طالبان دفاع میکردن. وقتی که طالبان دفتر حکمتیار را که جای غصب شده بود از پیشش گرفتن آله همون دعات همون برنامه سازا همونا دوباره شروع کردن بر علیه طالبان سنگر گرفتن. چون مسئله دین نیست برشان مسئله حق نیست مسئله رهبر پرستی و تنظیم پرستی است متاسفانه. مثل که اگر ساز از در جرمنی نامش نمیگه در 20 سال ما تقویه کردیم در 20 سال ما سپورتش کردیم ولی باور بالا کنه که یک روز این از حدیث محمد صلی الله علیه و سلم دفاع نکرد ولی هنوز پوشش داد هنوز رفت زوم گرفت هنوز زوم گفت که زوم مبارک استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون و زوم کار حکمتیار که اشتراک کرد و برابرشان همین استاد دعوتگر نمیفهم فلانی زد بالاخره گفت زوم مبارک کسی پرسانش که زوم مبارک به خاطر چی میگه با حکمتیار حفظ الله از برای خدا انا لله و انا الیه راجعون. الله المستعان. ما چی بگیم دیگه صفحات تیویتر ببین واقعا دفاع تا دیروز بدر از طالب آورده همش علیه طالب با کمونیستا با جمهوریتا با ماویستا با پرچمی خلقی یکی شدن علیه امارت اسلامی جنگ شروع کردن. اما واقعیت است همینطور. باز هم از زود از کی بنالیم از کی ناله کنیم از کی گله کنیم. استاد عزیز باز هم الله متعال با شما صبر و سخاوت پایداری بده. سلامت باشه. الله متعال شما را دوست دارم. سلامت باشید. میگن الله متعال اما جنت فردوس بر خود شما با موالدین محترم شما نصیب بده. برای شما هم همچنین. آمین یا رب العالمین. سلام. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعال شما را دوست دارم. الله متعال احسان کنه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید برادر عزیز.